در دوره صاحب اسلامی تشبس‌های زنان دائم دستگیری یافته با مقصد عملی نمودن آنها تدبیرهای جدی اندیشیده می‌شود. پیام امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نه تنها از طریق رادیو و تلویزیون‌های دولتی نشر می‌شد، بلکه آن را در کوچه و خیابان‌های دوشنبه هم نمایش می‌دادند. اکران‌های بزرگ برای رکلام در مرکز پایتخت را هم امروز نه برای ترغیب و تشویق مال شرکت، بلکه برای رسانیدن پیام امامعلی رحمان به مردم استفاده می‌بردند. بعضی ها بی تفاوت از نزد اکران ها می گذاشتند، بعضی دیگر ایستاده گوش می کردند که رئیس جمهوری تاجیکستان درباره آینده کشور چی می گوید. اگر بعضی ها زیر باران و هوای سرد پیام رئیس جمهور را تماشا می کردند، قسم دیگری در داخل بیناها با دستور مقامات جمع آمده به پیام امامعلی رحمان گوش می دادند. از جمله در دانشگاه ملی تاجیکستان دانشجویان به جای درس 2 ساعت سخنرانی رئیس جمهور را شنیدند. آنچه که رئیس جمهور به خصوص درباره آنها گفت اعلان سال جوانان و همین گونه بالا بردن صفت دانش در دانشگاه ها بود که سالهای اخیر بسیار تنقید می شود. در بیرون از دانشگاه ها، در فروشگاه ها و دکان ها نیز پیام رئیس جمهور دیده می شد، چون بر اساس دستور مقامات باید در تمام کشور در مدت سخنرانی انتقال نیروی برق قطع نمی شد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام امسالش به مردم و پارلمان بیشتر درباره وضع اقتصاد و برنامه‌های اجتماعی صحبت کرد، ولی به گفته کارشناسان یک مسئله مهمی که از نطق او بیرون ماند فساد و رشوه‌خواری در کشور بود. اما خود رئیس جمهور یک اشاره نازک به این مسئله کرد. از ماه ینوری سال 2017 همه این نمودهای автомашинаهای نوی که با کشور وارد کرده می شوند از انداز و پرداخت های گمرکی 50% آزاد کرده شد. از روی قرصک‌زنیاتون معلوم می شد اکثریت نقشه موشیخری را داشت. امامعلی رحمان 24 سال باز به تاجیکستان رهبری می کند و 15 سال اخیر پیام های سالانش را به پارلمان و مردم ارائه می کند.